آل براتون اینی را جایزه میگذارم، صبر کنید. موتر کاملا برقی 2026 0 کیلومتر، 0 کیلومتر تازه خریده میشه. بیازو تیل اون قیمت شده، هیچ تیل مصرف نمیکنین. میبینین اینمی را براتون در جایزه قرار میدم. میبینین برند نیو دیگه، دیگه خومو نداره. اینمی موترتان است بیادر. اینمی موترتان مثل یخ خور موتر است. اینمی را براتون ما در جایزه میدم. زمانی که از میلی یک تفنگ یک گلوله شلیک میشه، فایر میشه، او هیچگاه بر نمیگرده. همین شکل وقتی که از زبان و دهن یک پشتون یک لفظ خارج میشه یا یک وعده میکنه، او هیچگاه از وعده و لفظ خود بر نمیگرده. ما شما یک معامله داشتیم. شما ادعا کرده بودین که گویا امام اعظم رحمت الله علیه، امام مسلم، امام بخاری به می رقم آمده بودین گفته بودین که گویا مولانا صاحب، فردوسی صاحب، سعدی صاحب، نظامی گنجوی صاحب و ده ها نام دیگر را گرفته بودین و می گفتین که اینا تاجیک هستند. ما آمدم براتون یک موتر تسلا را در چلنج گذاشتم، گفتم هر تاجیکی که در کره زمین، هر تاجیک که در کره زمین وجود داره و توانست که به اساس منابع و مدارک تاریخی، اسناد تاریخی اثبات بسازن که اینا تاجیک هستن، یک موتر تسلا را جایزه میگیرن. عالم چون خب من پشتون دوار هستم، عالم سر وعده خود استاد هستم. در نخست ما باید براتون بگویم که به خدا قسم میخورم، امی هر تاجیکی را که من میبینم احساس میکنم برادرم است. یعنی بسیار احترامتان دارم. با تاجیکای خوب یک سلامی خاص. شما را من اذیت نمیکنم. کسایی را من کار دارم که دروغ میگن، مریض هستن، ما را توهین میکنن، خدا بالا میزنن. اگر تنها خدا بالا بزنین ما را توهین نکنین، من بد کنم که تو کار داشته باشم. من خوش میشم که کل دنیا را در پشت خود بچسبانین، بگوین که هم از این تاجیک است. ما مرتان میگم بله بله است، ولی وقتی که پشتون توهین میکنی بازینی رقم قطمه گیر میایی. اینی آل جناب که عالم دینی شما تاجیک است. 3 سال پیش چنان فحاشی میکرد که قابل شنیدن و دیدنش نبود، ولی فعلا چنان منظم صحبت میکنه، چنان خود شریف میگیره که ایران بانی. کتاب خطیب بغدادی رو برای من منبع کشیدم. کتاب خطیب بغدادی رو اگر هر کدامتان بخوانین پشیمان میشین، چون خطیب بغدادی تاجیک های امروزی را تازی گفته و امام اعظم توبه نوزبالله کافر خطاب کرده در کتاب خود. آل ایره که یک چند منبع برای من کشیدین و میگین که گویا یه خاص فارس بودن. خب فارس چی به تاجیک یا تاجیک چی به فارس؟ او ظالمای خدا، در فارسی قدیم با وجود افغانستان فعلی، ایران فعلی، تاجیکستان فعلی، ترکمنستان فعلی، ازبکستان فعلی، عراق، از عراق هم باز بابل، بین النهرین و آشورستان هم موجود بود. یعنی هر آن کسی که در این مناطق زندگی میکرد او را فارس میگفتن. در سوریه بخشای از شام موجود بود، در اردن بخشای از شرق اردن موجود بود، در عربستان سعودی منطقه الحصا، حجاز، یمن اینا موجود بودن در فارس. اینا را کلش فارس میگفتن سابقا. همچنان در بسیاری دوره های فارس، قطر امروزی هم مربوط فارس میشد. امارات متحده عربی بخشای خلیج فارس که میگن، نه تا فعلا هم خلیج فارس میگن عربی را، که همش عرب هستن، اونا هم مربوط فارس میشدن. عمان بخشایش از مربوط فارس میشد، یمن بخشای یمن از مربوط فارس میشدن. یعنی هر آن کسی که در 15 کشور سابق زندگی میکردن اون را فارس میگفتن. اینا را خودتان فکر کنین، در مناطق فارس دهان و زبان بودن. زبان عربی بود، زبان هندی بود، زبان پشتو بود، زبان چینایی بود، زبانهای مختلف بودن. او زمانی زبان فارسی که میل صحبت میکنم، او زمان ابدا به این رقم زبان وجود نداشت. زبان پهلوی بود که زبان پهلوی از نگاه واژه ها، از نگاه گرامر، از نگاه ساختار زبانی با زبان فعلی فارسی زمین و آسمان فرق میکنه. ولی شما آمدین با دروغ یک زبان ساختین، گفتین آل زبان پهلوی را شما اولد پرژن میگین یا زبان فارسی کهن. ای خدا شما را هدایت بده. اما اگه من پشتون بخیزم بگم که زبان پهلوی خب با پشتو سازگاری بیشتر از زبان فعلی دری و فارسی داره، چی میگم؟ مگه من او را زبان کهن پشتو بگم باز چی؟ چون خب برین شما کتیبه بیستین بخونین، کتیبه داریوش کبیر بخونین در شیراز که از فیصدی زیاد اونم خطای میخی به الفاظ پشتون رب میگیره، نه به فارسی امروزی. هیچ وقتی که در کتابای قدیم میبینین که میگن ای فارس بود، فلانی فارس بود، تو فکر نکنین که برادر عزیز از بچه ننه تو بود. او عرب هم فارس میگفتن سابق. بازم چلنج ما سر جایش است. دروغ نگوین. بازم اگر دروغ میگین خیر ما تیر خدا میریم، ولی افغان و پشتون داو نزنین.
دیگه جانم هستین، عشقم هستین تاجیکای عزیز. ما یک چالش دیگه هم گفته بودم خو خیر او را ما تیر ما را میرم همون چالش که گفته بودم، گفتم هر آن تاجیکی که قبل از قرن 19 تاجیک را در کدام منبع قوم ثابت کرد برای جایزه میتم. و همچنین گفته بودم هر آن انسانی که قبل از قرن 19 یک وزیر تاجیکه، یک شاعر تاجیکه، یک منطقی تاجیکه، یک سپهسالار تاجیکه، یک کسی تاجیک پیدا کنه برای من، بازم برای جایزه میتم. اونا را خیره کال توین برتون نشه. این چیزا نیست. سال شما مطالعه کنین باز میفهمین دیگه. بابا من قصد توهین ندارم، ولی شما با ماها میاین ما را توهین میکنم. ما هم باز مجبور میشم که اینو یک ویدیو کوتاه وانو من وقت ندارم 24 ساعت مثل شما لایو برم خوار مادر پشتون دعوا کنم. قربانتون ده جگرتون جانم.